پرچم ایران از گذشته تا الان چه شکلی بوده؟ 1. پرچم زیبای هخامنشی که بنیانگذارش کوروش کبیر بود. 2. پرچم خورشید تابان اشکانیان که بنیانگذارش اشک بوده. 3. پرچم ساسانیان با نماد درفش کاویانی که بنیانگذار اون اردشیر بابکان بود. 4. پرچم صفویه با نماد شیر که بنیانگذار اون شاه اسماعیل صفوی بوده. 5. پرچم افشاریه با نماد شیر و تم نارنجی که بنیانگذارش نادرشاه بود. 6. پرچم زندیه با نماد شیر با تم سبز رنگ که بنیانگذارش کریم خان زند بوده. 7. پرچم قاجاریه با نماد شیر دراز کشیده که انگار واقعا هم پادشاهی قاجاری راحت بودن با اون عهدنامه‌های ننگی که بنیانگذار این سلسله هم آقا محمد خان قاجار بود. 8. پرچم سه‌رنگ سبز سفید قرمز پهلوی که بنیانگذارش رضاخانه. آخرین پرچم حکومت چه شکلیه؟ تو کامنت ها بگید.